اهل زحمتی کооператیو تجارتی تخمی پروری چورکوه شهری اسفرا در سمت استفاده ثمرناک آب و زمین، رشد ساحه باغ پروری و افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی فعالیتی پرثمر دارند. کооператیو تجارتی تخمی پروری چورکوه یکی از خواجگی‌های کلان کشاورزی به حساب رفته، دهقانان اساساً به باغداری، کشت و پرورش غله‌دانگی‌ها و سبزوات و پالایزی‌ها مشغولند. خواجگیداران چورکوه سالی روان کشتی زراعت‌ها را مطابق به معیارهای اگرتکنیکی به راه مانده نیت دارند که حاصل دلخواه به دست آورند. امروزها اهل صحرای خواجگی بهر متشکلانه گذرانیدن کشتی سبزوات و پالایزی‌ها از جمله کارتوشکا تدبیرهای عملی می‌اندیشند. خواجگی ما یکی از سمت‌های اساسیش غله پروری میباشد. ما امسال در میدان 72 هکتار کشتی غلگی گذراندیم و حالا باشد اوزقه یکمش رو داده به آبدهی سر کردیم. دیگر سمت اساسی ما این کارتوشکا پروری میباشد که ما امسال طبق نقشه با 105 هکتار باید کشتی کارتوشکا گذرانیم و عین حال در میدان 81 هکتار ما تا به امروز کشتی کارتوشکا گذراندیم. یکی از عامل‌های بلند برداشتن حاصلناکی کارتوشکا این البته ناب کردن تخمی‌ها میباشد که ما همه ساله تخمی‌ها رو ناب کرده حاصلناکی کارتوشکا رو بلند کرده ایستادیم. خواجگی ما قریب 200 تانه ذخیره تخمی داشتیم که حالا کشت کرده ایستادیم و باقی مانده تخمی‌ها رو ما از ناحیه دیوشتیج شرطنامه داریم که رفته از آنها تخمی‌های رپرودوکسی یکم الیت گرفته آمده کشت میکنیم. این البته نوهای نور نسا، الدین، بهوش میباشد که ما همه ساله تخمی‌های نو کرده حاصلناکی رو بلند میگردونیم. ما البته طبق سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوا معظم ملت که ما هر یک وجب زمین رو ثمرناک استفاده برده برای بلند برداشتن حاصلناکی، برای تامین امنیت آذوقه‌واری خواجگی ما نیز سهم خودش رو گذارد. باید گفت که این کооператیو به قطار خواجگی‌های بهترین داخل شده در سمت استحصال غله نیز یکی از پیشقدم‌ها محسوب می‌یابد. امسال خواجگیداران جهت سهمگیری در تأمین استقلالیت آذوقه‌واری مملکت در میدان 97 هکتار کشتی گندم را به راه ماندند که امروزها نشأ و نمای خوب دارد. دهقانان تصمیم گرفتند که امسال نیز تخمی بلندصفتی گندم را پرورش نموده به خواجگی‌های کشاورزی جمهوری پیشنهاد نمایند. باید گفت که خواجگی مذکور دارای زیاده از 700 هکتار زمین و از جمله 285 هکتار زمین کشاد و 415 هکتار باغات بوده، اهل صحرای خواجگی در تأمین و تحکیم استقلالیت آذوقه‌واری مملکت حصه شایان می‌گذارد. صابر ایوبی، صاحبان قربانov، شهر اسفرا، اخبار.